آب میتونه حرف اضافه باشه، پرپوزیسیون باشه. میتونم با کمک ایشون در مورد زمان حرف بزنم و بگم از یه زمانی به بعد. مثلا ab nächster Woche habe ich wieder viel Zeit. با کمک این حرف اضافه میتونم در مورد جا و مکان صحبت بکنم در معنای از یه جایی به بعد. مثلا ab dieser Stelle kannst du alleine weitergehen. این بزرگوار آب رو میگم، حتی میتونه قید باشه و نشون بده که از یه زمانی یه چیزی شروع میشه. مثلا ab heute beginnt mein neues Leben. آب میتونه در زبان محاوره به عنوان دستور و امر استفاده بشه. باش بگیم پاشو برو ببینم. مثلا ab ins Bett mit dir. این بزرگوار حتی میتونه به عنوان پیشوند انجام وظیفه کنه، بچسبه سر فعل و فعلهای جدیدی بسازه، نشون بده یک چیزی از یک چیزی جدا میشه. مثلا abbinden و یا absägen. حتی با کمک ایشون میتونم نشون بدم که یک کسی یا چیزی از یه جایی راه میفته و دور میشه. مثلا abfahren و یا abfliegen. مثال های آبدار بعدی رو تو کپشن تقدیم کردم تا بخونید حالشو ببرید. دمتون گرم.